بمب انرژی، بمب خنده. برنج گذاشتی یا نه؟ خیس کردم. داستان برنج خیس کردنی چیه امید؟ داستان موندنه که کسی نره از پیشمون. هر موقع میرسی بهش میگه کجا؟ من برنج خیس کردم. یه دلیل بیار که بمونم. برنج خیس کردم. امید گذشته خودتو میگی، یه معرفی میکنی. امید رحمانی هستم، 34 سالمه. من تقریبا از اول دبیرستان درس خوندم و ترک تحصیل کردم. عرضم به خدمت، مدرسه رو که ول کردم افتادم تو کار. تو خیابون جمهوری بودم، سیستم صوتی فروشی بودم، کارگری کردم. یعنی همه کار کردم تا به یه جایی برسم. دست فروشی کردم، چرخ بردم، بار دادم به این، بار پخش کردم تا به خیابون بنی هاشم رسیدیم. تا در خدمت شمایی. عزیز دلی. امید بچه کجایی؟ اصالتت کجاییه؟ من اصالتم ترکم، بچه سنگلجم. عرضم به خدمت شما که تازه اومدم سمت مجیدیه. یه پیام ترکی برای هموطنهای ترکت بفرست. چی میگی؟ ترکی زیاد بلد نیستم. همون قدری که بلدی بود. بلد نیستم آخه. اصلا بلد نیستی؟ اصلا بلد نیستم، فقط میفهمم. حالا روز دلت کاسه حال روز دلم، یعنی حال روز دل همه زیاد جالب نیست، شرایط خوبی نیست. ولی کودک درون تو اگه میتونی کنترل کن، صندلی نچرخون. عرضم به خدمت شما که دعا میکنم که درست شه، حال مردم خوب بشه، انرژیاشون بیاد بالا. اصلا مردم برات مهمن یا اینکه فقط فکر چرا مهم نیستن؟ خودتو بکشی بیرون و خودت یه پولی در بیاری؟ نه آخه حالا یکی دوستم میاد توی مغازه حالش خوبه، منم حالم خوب میشه، انرژی میشه 2 برابر. خب کسی که حالش بده میاد از درد و دلش ازم تعریف میکنه، حال منم بد میشه. حالا یه سوال بپرسم، واقعا مثلا اینکه یکی میاد تو مغازه حالش برات مهمتره یا اینکه بخره؟ حقیقت جفتش. خب به قول عموم میگه که با جیبت لج نکن، سعی کن مشتری رو بگیر و مشتری مداری بکنی. جمله قشنگیه. آره. خب امید کلا تو این سالایی که کار کردی، زندگی کردی و اینا، به عنوان حالا شغلای مختلف که فعالیت داشتی، چیا یاد گرفتی؟ چه درسایی از زندگی یاد گرفتی؟ اصلا زندگی رو چه جوری می‌بینی؟ زندگی به نظرت اصلا چی هست، چی نیست؟ به نظر من زندگی یه جور بازی میمونه، باید باش کنار بیای، خوب بازی کنی و درس بگیری از زندگیت. خونه داری؟ من خونه یه دونه دارم. یه دونه داری. ماشین داری؟ ماشینم دارم، خدا رو شکر. ماشینم داری، موتورم داری. راستی نگفتی اصلا الان شغل خودت چیه اصلا؟ الان شغل خودم فروشندگیه. اوکی، با فروشندگی میشه خونه خرید، ماشین خرید یا نه؟ الان تو این شرایط نه. تو این شرایط نمیشه. نه. کلا اصلا کار خوبی هست فروشندگی، کار اوکی هست؟ فروشندگی چجوری بگم؟ نظرت اصلا در مورد این کار چیه؟ نه بذار کار فنی انجام بدی موفق ترین تو این مملکت. مثلا چه کاری؟ لوله کشی ساختمان. مثلا لوله کشی رو میشناسی موفق باشه؟ من یه پیک موتوری میشناسم که موفقه. داداش چه ربطی داشت؟ الان تو گفتی کار فنی. فنی نه اینجا شو ببرش. میشه قطعش کنی الان؟ قطعش کن. خب بگو. ببین من توی جمهوری که کار میکردم یه پیک موتوری بود. این بنده خدا ساعت 8 میومد خیابون جمهوری، ما ساعت 9:30 10 باز میکردیم مغازه‌مونو. میومد بارایی که ارسالی بود واسه باربری رو میبردش کار میکرد، زمستون تابستون هیچ فرقی نداشت، کارشو میکرد. بعد چند سال اومد گفتش که من یه دونه خونه خریدم و الان با این شرایط همونجوری بره جلو فکر نکنم بتونه. فقط میتونه چی میگن،
داداش خونه‌شو خریده دیگه. خونه‌شو خریدار. الان که الان باشه 80% مسیر رو رفته تقریبا. الان تو این شرایط باشه فقط میتونه نون روزشو در بیاره، به الانشو در بیاره، فکر فرداش دیگه نمیتونه ولی بکنه. امید کرایه موتور و اینا هم هنوز خیلی بالا، یعنی درسته خب هزینه هم بالاه. آره هزینه ها بالا رفته ولی کرایه موتور هزینه اونم رفته بالا. خب به نظرت موفق ترین شغل الان توی گروه کاسبیات مثلا یا اوکی ترین شغل الان چیه تو این بازار؟ تو این شرایط به نظرم خورد و خوراک بهتره. تو این شرایط خودت چند بار در ماه میری رستوران؟ شاید ماهی یه بار برم. خب پس اوکی نیست دیگه. نه تو این شرایطی که ما داریم مقایسه می‌کنیم، یعنی رستوران و خوراک و اینا مشتریاشون کم شده، کمتر شده. آره میدونم و کمتر شده ولی میرن یه سریا. تو نمیتونی با بچه‌ت مثلا داری رد میشه بگی بابا من کباب میخوام، بابا من پیتزا میخوام. اگه میخوام اونجوری حساب کنی یه موقعی هم هستش که اگه میخوام اونطوری حساب کنی خیلی هم هستن که الان مثلا توی خونه خانم گیر میده میگه آقا من میخوام دکوراسیون عوض کنم، پس مشتری شما هم هست. از 100 نفر میشه یه نفر اینجوری میشه. در کل به نظر من الان هیچ بیزنسی اوضاعش خوب نیست. هیچی. فقط مثلا آمارایی که من نگاه کردم دیجیکالا و اینا اونم به خاطر اینکه قسطی دارن میفروشن. قسطی میفروشن و با سود خیلی کم، با سود 1% مثل اخوان. اخوان مگه داره قسطی میفروشه؟ اخوان داره با 1% داره بار میده به مردم. به مردم تو سایت. تو سایتش. خیلی خوبه. ببین چاره‌ای هم نداره، یعنی اگه اون کارم نکنه بارش میمونه رو دستش. و قسطش چند قسط است مثلا؟ قسطی نیستش ولی با 1%. آها داره با 1% داره سود میده دست مشتریش. با 1% یعنی ما بریم ازش بار بگیریم همون خریده میده به خودمون. پس یعنی یه جورایی همکاری کردن الان باشه اصلا فایده‌ای نداره. نه واسه ما فایده‌ای نداره، واسه مشتری داره. امید چند تا رفیق داری؟ رفیق تورگی که الان بهش زنگ بزنی بگی 50 تومن پول برام بزن. 2 تا یا 3 تا. کی؟ یکیش بچه این خیابونه، یکیش نیستش. اینجا نیست. آره. چند ساله باشون رفیقی؟ تقریبا باشه 10-15 سال. بعد رفاقت کلا برای تو معناش چی بوده؟ آسیب دیدی یا اینکه خوب بوده؟ خیلی خوب بوده. برای تو خوب؟ واسه من خیلی خوب بود. چرا؟ جایی که گیر کردم کمکم کرده یا برعکسش. چیزایی که خواستم بخرم، پولم داشتم گفته نخر، هزینه نکن، مال من هست. رفیق داشتی بهت بزنه اینا که رفیق خوبات بودن؟ رفیق نه نداشتم. من گلچین میکنم. من با هر کسی هم فیلتر چیه به ما هم یاد بده. ما هر چی رفیق داشتیم زده. چجوری فیلتر میکنی؟ بالاخره خب باید پیدا بکنی دیگه. اوکی ادامه داره این بازاره منظورم ها. نمیشه گفت. ساختمون سازی نیست، کلا بازار مساله و متریال و اینا همه اصلا نیست، همه چی گرون شده، بازار نیست، معلوم هم نیستش. حدست چیه؟ ایشالله که درست بشه. نه ولی اصلا سالها تجربه کاسبی داشتی. من تا حالا اینجوری ندیده بودم. تا حالا اینجوری ندیدم. حالا با اون بالا پایینا رو که گذروندی الان فکر می‌کنی چقدر دیگه طول بکشه تا بازار برگرده؟ فکر کنم تا آخر سال درست بشه. الان برج 6 برج 6 تقریبا 5-6 ماه دیگه. دلیل خاصی داره اینو میگی یا همینطوری هست؟ نه همینجوری حدسی میزنم. اوکی. امید مجردی یا متعهدی؟ من مجردم. کسی بهت زن میده؟ از خدا شروع بشه. نه حالا برنامه‌ای داری برای ازدواج کردن؟ نه سوال بعدی. چرا؟ تو این شرایط خیلی سخته. خب ببین الان برام دخترها خیلی بروزتر شدن دیگه، مثل اون قدیم نمیگه من فلان چیزو حتما میخوام. من مثلا خیلی دخترها همینجوریاشون هستش. تو نمیتونی. خب تو همونجوری که فیلتر داشتی رفیقای نابی رو انتخاب کردی. خب من پسرا رو دارم دربارش صحبت میکنم، دخترها صحبت نمیکنم. نفهمیدم منظور چیه. من درباره پسرا صحبت کردیم دیگه، رفیق خوب. آره. الان دوست دختر داری یا نداری؟ متاسفانه ندارم. خب یعنی برنامه ازدواج کردن نداری؟ نه کلا فعلا نه. فعلا تا کی؟ تا چه چیزی؟ تا یه روز بعد از اون. نه حالا که برنجم بذار اون روز.
تا خدمت عرض کنم گاز سلوله هم هست یه بازی. تا چه زمانی مثلا چی اگه مهیا بشه ازدواج میکنی؟ شرایطش چی هست برای تو؟ خونه که داری، ماشین که داری، موتورم داری، شغلم داری. داداش چی میخوای؟ من نمیتونم تو ویدیو بگم نکنه. دیگه چی میخوای الان؟ اون شرایط چیه که شرایط رو باید بسنجمش. نه ببین منظورم اینه که الان آدمه رو پیدا نکردی هنوز. دقیقاً آدمه رو پیدا نکردم. خب برنامه‌ای داری برای پیدا کردن؟ فعلا نه دیگه. چند سالته؟ من 34. خب تو محیط کارت 34 دیگه داره دیر میشه دیگه یواشاش. تو محیط کار ببین از نظر روانی اصلا به این احساس رسیدی که نیاز داری؟ نه از نظر روانی نرسیدی. تو محیط کارت کلا با خانوما ارتباط داری که مثلا توی چرا دارم؟ آره. نه منظورم اینه که مثلا اونقدی خانوما رو میبینی که یه کیس از توی محیط کارت پیدا کنی؟ نه. برنامه داری بری جایی که مثلا حالا خانوما بیشتر رفت آمد دارن اون کیس رو پیدا کنی یا نه؟ برنامه اپلیکیشنی داری که توش فعال باشی مثلا کیس مورد نظرت رو پیدا کنی یا نه؟ مثل تیندر و اینا؟ خیر. دور میری؟ دور یه موقع واسه خنده آره. واسه فان آره. چجوری باید برای تو زن پیدا بشه؟ یعنی چجوری؟ فعلا اصلا تو فکرش نیستم. تو فکرش نیست. خیلی خوب. امید نظر در مورد دوست دختر داشتن چیه؟ نگیرید. نظر در مورد این ازدواج سفید چیه؟ تلفن داری جواب بده. دوست دخترش پیام داده. نه مشتریه. خب جواب بده داداش. خب جواب نمیدی؟ نه پیام داده بود آخه. خب نظر در مورد ازدواج سفید چیه؟ نظر خاصی ندارم، هر شرایط فرق میکنه گفتم که دیگه. نظر در مورد خود ازدواج چیه؟ ببین یه مثل هندونه در بسته میمونه. خب تو هندونه هم که میخوای بخری بعضی‌ها تخصص دارن. آره. میفهمن حداقل یه سری هم اشتباه میکنن. اونا که دیگه داداش حسابشون فرق. امید یه سری کلمه میگم، این کلمه‌ای که میگن آسون باشه به ذهنت میرسه بگو. خب ولی واقعی بگو. نتونستم بگم میگم بعدی. باشه بریم. امید خودتو میگم. خودمو میگی؟ امید تا حالا فکرش نکردم. یعنی اولین چیزی که در مورد خودت به ذهنت میرسه چیه؟ خیلی مهربونم و ساده‌ام. داشت تو ساده ای؟ آره به خدا اگه تو ساده ای که ما اصلا بهش جدی میگم. وحید یکی از اون رفیقامو که به گفتی دوتا گفتم دوتاست، یکیش وحیده. بنی هاشم فقط در چیز فکر کردم، محل کارم فکر کردم. دختر عشق بابا. پسر عشق بابا. مادر تاج سر. پدر تاج سر. خواهر تاج سر. برادر تاج سر. داری پس خواهر برادر؟ دارم آره. خب ایران وطنمه ولی یه ذره شرایط سخت. پایینشهر کجاش؟ تو کجا رو دوست داری؟ در مورد اونجا بگو. من محل خودم رو دوست دارم. محلتون کجاست؟ من پارک شهر، شاپور، وحدت اسلامی. شاپور از نظر من خیلی محله خوبیه، دوست دارم ولی شلوغه. نیاوران جای خیلی خوبیه. جای خیلی خوش آب و هواه. تهران هم خیلی خوبه. اردبیل تهران رو بیشتر دوست دارم تا اردبیل. تهران رو بیشتر دوست داری. تتو هم خیلی دوست دارم. چرا این تتو اینقدر دوست داشتی؟ این تتو رو تقریبا اومدم تو این خیابون زدم. اینجا زیاد دیدی و تو هم رفتی؟ نه دوست داشتم این پرو. یعنی بچهای بنی هاشم برات زدن؟ نه بچه بنی هاشم نزدم. خیلی خوب. تتلو رم دوست دارم، یه سری از آهنگاش رو یه سریاشو نه، چون موزیک یه چیز سلیقه‌ایه. محمدرضا گلزار نه نیستم.
نمیتونم بگم. پول؟ خوبه. پول خوبه. پول خوبه. قیمت تو چقدره؟ قیمت من چنده؟ ببین قیمت من چنده نمیشه عدد گفت، باید تو شرایط باشی. حالا حد مثلا الان به فرض مثال نمیتونم عدد بگم. من میگم آقا خودت مثلا به چقدر میفروشی؟ نمیفروشم اصلا. نه اصلا واقعی حرف بزنی. ببین تو جاش قرار بگیری یه تو جایی جاش مثلا قرار بگن باشی، آقا آره مثلا میگم ان تومن دروغ آره بده مثلا اینقدر تومن. میدیم ولی نه. میدونی حق یکی ضایع میشه. میدونم تا حالا این کارو واسم پیشنهاد کردم بگو من اینقدر بهت میدم، ولی تا حالا نکردم حقیقتش. خیلی خوب. آدم با وجدانی هستی؟ خیلی. به آخرت و اون دنیا اینا اعتقاد داری؟ اون دنیا دارم آره. به دنیاهای ماورا اعتقاد داری، فضایی ها اینا؟ نه ندارم. کارما رو خیلی اعتقاد داری؟ آره. این شکرگزاری ها و نمیدونم خیلی. انرژی مثبت، انرژی منفی، آره همه رو اینا رو قبول دارم. امید بریم سر اون بحث کاری و اینا. امید تو همه این سالایی که کار کردی، فروشندگی کردی، از صفر شروع کردی و به اینجا به عنوان یه آدم موفق رسیدی، از نظر من چی یاد گرفتی؟ اون ارزشمندترین چیزی که یاد گرفتی چی بوده؟ ببین ارزش تو این کاسبیه من صداقت رو یاد گرفتم. خوبه یا بده؟ تو یه جاهای خیلی خوبه، تو یه جاهای خیلی بده. تو کاسبیه الان صادقی، یعنی مشتری میاد تو مغازه خیلی وقتا هستش که مثلا میگم ببین من خریدم اینقدر ازت سود میگیرم، اینو واقعا صادقانه یه سریاشو آره یه سریاشو نه. امید قبول داری اگه بخوای همیشه صادق باشی نمیتونی اصلا بفروشی، نمیتونی کار کنی؟ قبول دارم اینو آره. خب یه سری صادقانه به مشتری هم میگی فکر کنن داره دروغ میگه. همون شنیدین. یه سریشون میگه آقا مرسی ممنونم خداحافظ. صادق نه، یه سری باید دروغ بگی تا بخره ازت. امید چه کار کنیم که دست از این دروغ گفتنامون برداریم؟ هممون، خودم، بقیه، واقعیتش اینه دیگه تو جامعه همه داریم هر ثانیه دروغ میگیم، حتی جایی که منفعتمون هم در خطر نیست یا حالا میتونه ضرری هم برامون نداشته باشه اگر صادقانه رفتار کنیم. ببین یکیش آموزشه، یکی هم باید که از خودش هر کسی از خودش شروع کنه. دقیقاً. امید این مدت افغانی‌ها رو که اخراج کردن به کار شما که ربطی داشته؟ ما نه. نظر در مورد این موضوع چی هستن؟ اصلا افغانی‌ها باید باشن نباشن؟ ببین مثل این ایرانی‌ها میمونه که میرن تو مهاجرت میکنن تو کشور دیگه، مثل همین میمونه. خب خیلی متفاوته. آره ببین افغانی از مرز قاچاقی میاد الان ما هم خب میریم خیابونم میچرخه، نه کمپی داریم نه اصلا اطلاعاتی ازشون داریم نه غیر. شما موقعی که میری اروپا، این بچه‌های ایران که میرن اروپا میرن خودشون رو به پلیس معرفی میکنن، انگشت نگاری میشن، هویتشون مشخص میشه، میفرستنشون تو کمپ. اون بابا آمار داره، حضور غیاب میشه، حالا یه عددی بعد از یه مدتی پول میگیره، مشخص کدوم شهره، کدوم منطقه داره زندگی میکنه که اگه اتفاقی افتاد، خلافی اتفاق افتاد میتونن پیگیری کنن، اونو پیدا کنن. ولی اینجا افغانی وارد میشه، نه جای خوش رو معرفی میکنه، نه اثر انگشتی ازش هست، نه هویتی ما ازش داریم، نه چیزی. هر جرمی هم که اتفاق بیفته ما بارها دیدیم که مثلا بکنم یکی از کارگردانای تلویزیون بود که سرایدارش افغانی‌ها کشتنشون. طرف اگه همون جوری که قاچاقی اومده همون جوری هم برگرده بره اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. مثلا برن یه سریایی که بیکارن میرن سر کار. حالا الان مثلا اونایی که بیکارن حاضرن برن سیمان مثلا جابجا کنن کارگری کنن؟ نه یه سریشون نمیرن ولی یه سریشون مجبورن میرن. اگه برن مردم ایران حاضر میشن برن مثلا آشغال جمع کنن یا یه سریشون میره یه سریشون نه، مجبور باشه میره. نه منظورم اینه که ما الان خیلی آدم داریم که مجبور کار کنه. الان خیلی از خانم‌ها و آقایون من میبینم دارن با حقوق 15 تومن و 10 تومن که اصلا اندازه 5 روز ماه هم نیست دارن کار میکنن یک ماه. خب ولی منظورم دقیقاً اون پوزیشنه، یعنی اون کسی که میره با ماشین زباله بر آشغالا رو میبره، اون کسی که میره از توی سطل‌های آشغال دلا میشه میره مثلا به فرض مثال
پلاستیکا رو جدا میکنه، کارتونا رو جدا میکنه. به نظر ایرانی‌ها میرن این کارو میکنن. آره یه سری ایرانی‌ها هستن که این کارو انجام میدن. دقیقاً منم نظرم همین. دقیقاً من همه این شغلایی که گفتم من ایرانی دیدم. مثلا پارکمان محله ما یا آقای فکر کنم 60 به بالا سنشه. میگم کسی که مجبور باشه میره انجام میده. اوکی، نظر در مورد کلا مهاجرت چیه؟ تا حالا فکر کردی ایران بری؟ خیلی چرا نرفتی پس؟ وابستگی به مادر. از اون پسرای مامانی هستی که فردا هرچی مامان بگه زن باید؟ نه اونجوری نیستم ولی خیلی وابسته مادرم. خیلی خوب. ارزشمندترین چیزی که تو زندگی داری چیه؟ پدر و مادرم. پدر مادر. این خیلی قشنگه. چی شد که به این نتیجه رسیدی؟ به این نتیجه رسیدم که چون یه بار واسه پیش میاد همچین اتفاقی که داری و خب جونت هم همینطوریه دیگه، یه بار همینه. جون داری. ولی اون مادره دیگه میشه خدای دومت. نظر در مورد خدا چیه؟ خدا مثل همون کارماه دیگه، یه سری بهش میگن کارما، یه سری بهش میگن خدا. من اسمشو گذاشتم ایزد، اینجا نوشتم. که بال یک کبوتر. آره اینجا تتو کردم ایزد. امید نظر در مورد گوشواره چیه؟ جدیدن خیلی زیاد من شده. نیستم. چرا؟ نیست، دوست ندارم. به نظرت اوکی مرد گوشواره؟ سلیقه‌ایه. یعنی من به نمیتونم تو ربطی دخالت نداره؟ کنم، من نه. اوکی. خیلی هستم اینو. نه کسی به خودش مربوطه. امید چقدر با هوش مصنوعی آشنا؟ 30-40%. 30-40% باش چه کارایی می‌کنی؟ کار ادیت رو انجام باش میدم، موزیکای روی کالا میذارم و فیلمایی که میگیرم و این چقدر کارا. با کلمه استارتاپ آشنایی؟ آشنایی ندارم من. امید ماهی، روزی، هفته‌ای، سالی چند تا کتاب می‌خونی؟ من حقیقتش چند سال نمیخوندم، تازه دوباره شروع کردم. با کلا. چی داری می‌خونی الان؟ من الان دارم 4 انگیزشی میخونم. چقدر کلا با اینترنت آشنایی؟ با اینترنت دارم سعی میکنم کمترش کنم، تو این فضای مجازی کمتر باشم، بیشتر روی تبلیغات هم باشم رو بابت کار، چون دنیای مجازی دیگه یواش یواش دیگه اذیتت میکنه. اینستاگرام داری؟ دارم. روزی چند ساعت تو اکسپلور میچرخی؟ سر همه چیز کنی تقریبا 2 ساعت. 2 ساعت. توییتر داری؟ نه ندارم توییتر. لینکدین داری؟ ندارم. فقط واتساپ و تلگرام و اینستاگرام. خیلی خوب. امید هدف کلی زندگی چیه؟ هدفم نمیدونم. تا حالا به این فکر کردی که هدف انتخاب کنی برای زندگی؟ الان نه. هدفهای بزرگ کوچیک؟ الان دیگه نه. الان دیگه نه. امید اگه بهت این اختیار رو بدن که یه جمله توی مرز ورودی ایران بنویسی برای اونایی که میخوان وارد ایران بشن، اون جمله چیه؟ اینجا هیچ خبری نیست. امید اگه بخوای یه جمله در مورد ایران بگی چی میگی؟ ایران وطنمه. اینجا بزرگ شدم. من یه کشور دیگه برم دیگه نمیتونم صحبتی بکنم. همه بالاخره مثلا برم تبریز یکی 2 نفر پیدا میکنی فارسی بلدن، ولی کشور دیگه نه. یه جمله در مورد مردم ایران بگو. مردمای ایران چی بگم؟ نمیدونم چی بگم. امید چقدر مسافرت میری؟ من در سال کلا 2 بار اینا. کجا میری؟ من شمال. شمال کجا میری؟ چه شهری بری؟ تالش، گردن حیران. چرا تالش میری؟ جا داری اونجا یا؟ جا دارم آره. خب دیگه اون یکی کجا؟ با جا 10 ساله. اونجا همون سمت محل خودتون دیگه. سن آره اون برا میشه. خب تا حالا
جاهای دیگر رو رفتی مثلا جنوب ایران؟ جنوب ایران رو نرفتم تا حالا. مسافرت خارج از ایران رفتم کجا؟ یه بار باکو رفتم، یه بارم کوشاداسی رفتم. تجربه چی بوده؟ خوب بود بد بود؟ خیلی دوست داشتم. کدومشونو؟ باکو رو بیشتر دوست داشتم. چرا؟ باکو من نرفتم تا حالا. چرا؟ خیلی تمیزتره شهرش، بعد ارزم به خدمت شما زبونش رو بیشتر میفهمیدم، بیشتر با مردم گرم میگرفتم تا ترکای ترکیه. امید این که اصالتا ترک زبان هستی برات حس خاصی داره؟ نه. اون فوت کوزه‌گری این کار چیه که اگه یه نفر الان یه جوونی میخواد بیاد مثلا یه جا فروشنده شه، سریعتر بتونه بفروشه، بیشتر بتونه بفروشه؟ ببین کالا رو خوب بلد باشه، چی به چیه، کالا رو خوب بشناسه، قدرت بیانش خیلی خوب باشه، با مشتری گرم بگیره، مشتری اصلا توضیح بده بابت این گاز چه قطعه استفاده شده، خدماتش چیه، چجوریه، کجا تحویل میده، کی میاد، مشتری قانع کنه. گارانتیش چیه؟ چطوری دقیقاً نصب میشه؟ نصابش میاد رایگان انجام میده، تحویل میده، همه چی بابت همه چی باید توضیح بده. خب همه اینا رو بدونه به نظرت میتونه فروشنده موفقی باشه؟ صادقانه بگه تو قطعه آره. امید وضعیت ظاهری خیلی چقدر؟ مهمه اینا، خیلی مهمه. بوی عرق نده. من بارها رفتم فروشگاهی که طرف بوی عرق من خودم یک چیزش میام بیرون. دهنش بو نده، پیاز نخورده باشه، سیر نخورده باشه. اینا واقعا تجربیات بله شخصیه. بله. هر سوالی هست بگو. خاطره خنده‌دار چیزی داری برامون بگی؟ یادم نمیاد. اتفاق مثلا یه مشتری اومده باشه تو مغازه، یه حرکتی زده باشه خنده. یادم نمیاد. تلخ چی؟ تجربه خاطره تلخ. میشه سوال نکنیم درباره‌اش؟ اوکی. آره. حالا هر جا دوست نداری جواب بدی بگو سوال بعدی. سوال بعدی. آره سوال بعدی. بریم بعدی. امید تا حالا عاشق شدی؟ شدم. چجوری بود؟ خیلی خوب بود. بستگی چجوری برداشت کنی. یه سری‌ها درد میکشن، یه سریشون هم میگن بستگی داره چطور تموم بشه. دقیقاً. حالا ما در نظر بگیریم تموم نشده اون عشق. به نظر من چیز خوبیه. بله. چی توی این ایران خیلی اذیتت میکنه؟ بدجوری رو نربته. هر جا میری همه حالشون بده. با هر کی صحبت میکنی آقا کاسبی چجوری؟ افتضاحه. دروغ میگن یا راست میگن؟ دروغ که نمیگن. با این هزینه ها و با این شرایط سخت این خیلی اذیته. دیگه چه چیزی؟ با دروغ گفتنایی که دور اطرافم هستش که میفهمم. امید یه جمله خیلی مسخره‌ای من بارها موقع خرید شنیدم. چی شنیدی؟ فروشنده موقعی که بهشون میگه تخفیف بده میگه نه خیالت راحت. آقا نه خیالت راحت یعنی چی؟ خیالم راحت باشه که داری فرو میکنی، خیالم راحت باشه که دیگه سود نداره، خیالم راحت باشه که تخفیف نداره. یعنی چی؟ چلوندهشو بهت گفته دیگه بازار رو رنده نکنی. آخه همه اینو میگن. حالا تو مثلا کاسبیه دیگه. خب بگیرم کاسبیه. آخه اصلا چرا این کلمه یا این جمله رو میگن؟ من نمیفهمم. برو خیالت راحت. آقا خیالت راحت. آقا خیر نداره. برو جای دیگه بگرد. امید قبول داری که یه سری جنسا رو هرچی بیشتر میگردی بیشتر سرت کلا میره؟ دقیقاً همینه. شما می توی پاساژ ته پاساژی شاید ارزان‌تر بده، اول پاساژی شاید گرون‌تر بده. خب منتها میبینی ته پاساژی وارد کننده اصلی داره پخش میکنه. یه کسی مثلا بیاد بدم به همکار بیافتم دنبال حسابش میدم به مشتری یوزرم، همون پول نقدی میگیرم. یه سری اینجوریه، یه سری هم نه همون قیمت رو شاید بالاتر هم بگه وارد کننده. امید بعد این همه سال فروشندگی موقعی که میری ایجنسی رو بخری، موقعی که فروشندشون میکنه باید حرف زدن، این حس رو داری که مثلا دقیقا هر چی میگه قشنگ تو میدونی داره چه کار میکنه؟ دقیقا میدونم. حس چیه اون موقع؟ یه سریاشو میرم اون ور که بذاره حرفاشو بزنه یا تشکر میکنم آخرش میرم بیرون. مثلا اینطوری هست تو دلت بگی یا میگم بابا حرف نزن با دنبال زندگی. این که میگن
فروشنده ها به یه قدرتی میرسن که مشتری از در میاد تو میفهمن که خریداره یا نه، درسته یا نه. درسته. چون میان دنبال اون کالا، مثلا میاد میگه آقا این سینکو دارید؟ اونی که از در میاد هیچ اطلاعاتی نداره، هیچ ایده ای نداره، از نظر شما خریدار نیست. نه، یه موقعی همونم فاکتورش کردیم، فاکتور شده. 90%شون اینجوریه. توضیح دادم، گفته خب آقا خوبه، گفتم بله. خب الان این حرف خودتو رد میکنه که. چیو؟ حرف دوم حرف اول تو رد میکنه. شما میگی اونی که میاد یه کد بستگی مشتریم داره. خب پس حرف اول غلطه. بستگی مشتریم داره. شما با یه مشتری سرکار نداری که. ما فقط با سایت ساختمونیا کار میکنیم که مثل دیجیکالا میمونه، فقط هم کار ساختمونی انجام میده. یعنی کالای ساختمانی فقط کار ساختمانی انجام میده. خب خوبه. تجربتون چطوری؟ خیلی خوب بوده واسمون و جواب داده. دوست داریم بیشتر کار کنیم، مدل‌های جدیدتر، کارهای جدیدتر، بروزتر بشیم. خیلی خوب. امید جون مرسی بابت وقتی که گذاشتی. خواهش میکنم. دم شما گرم. خواهش میکنم. تشریف میبرید؟ باید.